این کلمه رو اگه ما با این ترکیب کنیم بهتر میشه، بعد به این اضافهش بکنیم، یا نه اینو برداریم با این بعد به اون اضافه بکنیم. چطور بتونیم با کلمات جدید و یا همون دایره لغات که حالا زیادتر هم شده واژه‌های جدیدتر و بهتری بسازیم؟ من علی ایزدپناه هستم، به کلینیک صدا خوش اومدید. واژه‌ها در واقع باید با هم ترکیب بشن. هر چقدر واژه‌ها رو و واژه‌های جدید رو ما با هم دیگه ترکیب بکنیم میتونیم به چیدمان مناسب تری برسیم. برای تمرین یه جمله الان این زیره که یک معنا و یک محتوایی داره. مثلا داره در مورد عشق و تنهایی صحبت میکنه. بیاین شما با واژه‌های جدیدی که در اختیار داریم این جمله رو عوض کنین و جمله جدیدی رو خلق بکنید که تقریبا همین معنا و محتوا رو بده. تمام. جمله هاتون رو بنویسید، برامون کامنت کنید. مخلص.